سلام محمد جون. من واقعا یه عذرخواهی بهت بدهکارم، خیلی نوکرتم آقا کلبر، ببخشید من یه چند روزی نتونستم با شما. چشم محمد جون، نوکرتم. آقای من اون شب بهت گفت آره رفیقم بود، این برعکس نمیدونیم چجوری شده که این تصادفا خورده تو تریپ ما و رفیقامون. آره اون شب یه بچه ها زنگ زده بود، خیلی هم دوست داشتنی بود، برام عزیز بود، گفتن که ماشین بهی زده و اینا، بعد درجا تمام کرده بود. دیروزم حالم واقعا خیلی بد بود. بعد الان یه روز در خونم رو بچه ها بسته است، بعد دیگه داشتم به هم میریختم، اعصابم داشت به هم میریخت. گفتم به رفیق خودم محمد جون عزیزم زنگ بزنم کمی صحبت کنیم آروم بشم. جون جونم جونم من میخوام قیافت مجسم کنم. گفتی که قدیم شدد من 180 تا تقریبی دارم میگم، چون محمد جو حالم خوش نیست. ببین صورتم گرد و توپله به قول خودمون، خب چشمام قهوه‌ایه، به قهوه‌ای میزنه، ابروام کمونیه، صورتم توپل و توپره، موهام یک رو به بالاست مثل اون بازیگره که بهت گفتم. دماغم قلمی، یعنی بزرگ و پت و پهن نیست، یک کمی هم نوکش به بالاست. لبام قیتونیه، یعنی خوشگله، چی میگن کشیده است. چونه معمولیه، من تقریبا موزونه، همه چی موزونه. چی فراد شم خودم دیگه گفتم یه بار هیکلی هم، سینه سپر، من ورزشکار بودم، ورزش میکردم، سینه هم تو پر، چارشونم، پامم رونام توپر و توپله، ساق پامم به صلاح ساق دارم، قشنگ تو مشت میاد، یعنی پوست بدنم سفیده. بدنم کم موه، ولی خب من بیشتر وقتا میزنم، خیلی موهاش کمه. کجا دیگه هم گفتی که اونو که گفته بودی 16 4 محمد جون، 4 رنگ سیاه قهوه‌ای، خوب یادته فراد چیم؟ شما گفتی کرده. آره مال تو چجوری محمد جون؟ گرده یا خورتومیه؟ مخروطیه؟ چی؟ میگم برا تو گرده یا مخروطیه سرش؟ من مطرح میکنم به تو مطرح. چرا محمد جون؟ خیلی خوب مخروطیه. حالا دوست داری اگه پیش هم بودیم میخوابیدم رود؟ نوکرتم، یه بار دیگه بگو. گفتی پیشکشی بخواهم من میشم باری گفتی پیشکشی بخواهم رو از من میپرسی؟ خیلی دوست داشتم، خیلی محمد جون، گذاشتم دا پاهات بالا پایین میکردیم. من هم دوست دارم محمد جون. تو آمریکا که میشه، مشکل نداره که.
ازدواج کنی؟ حالا یعنی میخوای مثلا دینی باشه؟ آره. خب محدود میشدم، خیلی محدود میشم، ولی چون تو هستی آره، یعنی احساس میکنم خیلی پایین تنت خواستنیه، ارزش داره. چون ازدواج میکنی؟ آره با ازدواج میکنم. محمد جون داری منو خمار میکنی. منم دوست دارم محمد جون، نوکرتم. خیلی میخوام. ما بیشتر یه تریلی میخوام محمد جون. محمد جون میگم که خیلی منو به فکر فرو بردی. میخوای با هم تلفنی ازدواج کنیم؟ اون حرفی که زدی من چون واقعا به هیچ دختری علاقه ندارم، هر چی فکر میکنم به هیچ دختری علاقه ندارم. میگم اگه میشه دینی هست با هم ازدواج کنیم. من وقت من شوهرم بگم وقت تو میشه همسرم باشه؟ میشه ازدواج کنیم الان؟ آره خب دوست دارم اگه تو فکر میکنی اینجوری دینی میشه خب دینیش کن. یه کمی بلندتر برام حرف بزن فدات شم. تو وکیل منی محمد جون. بگم برات چی مهر میکنم؟ بگم یه چیز کلوف مهرت میکنم. یه چیز کلوف. خب تو یه کاری بکن، نمیدونم من که اونجا، تو یه خودکاری الان به من هدیه کن، من همونو مهرت کنم. خوبه؟ میشه اینجوری؟ بعد برات بفرستم. خب ببین من الان یه خودکار رو میزمه، نوع هم هست، 500 تا یه تومانی خریدم، اونو مهرت میکنم. قبول کردم مجون؟ خب بخون دیگه. ولی یه شرط داره، شبا باید پیش کسی نخوابی باشه؟ آره منظورم اینه که یعنی به من خیانت نکنی ها. باش پس من چیزشو انجام میدم و به بچه نشیدم خیال بکنم یا میخواد بکنم وقتی که خدا بسی کرده به خودم. خیلی طول میکشه؟ خیلی طول میکشه؟ چند لحظه بخون، دوست دارم بشنوم، بلند بخون. نهاش تو که نفسی اقلا صدا بالمعلوم، نهاش تو که نفسی اقلا صدا بالمعلوم، خودم رو به ازدواج در آوردم برای معلوم. بله من با دیگی قبول کردم. قبول کردم محمد جون. الان زن شوهر شدیم. محمد جون بیا رو پام بشین، یه بوس بده دیگه بریم بخوابیم تا فردا. بیا رو پام، بیا تو بغلم. آخ جان قشنگ، بذار روش. گذاشتی روش؟ بذار یه بوس لبات بگیرم. نوکرتم محمد جون، نوکرتم. خب خیلی دوستت دارم محمد. فردا عزیزم مراقب خودت باش، فردا شب 11:30 منتظرتم. نوکرتم. کاری با من نداری؟ خدا حافظ.